آقای زینال ما دوستی شما دشمنتان نیستیم. آقای زینال دهه آبی کلام با شما تیر نمیکشاید. آقای زینال مرا گوش کنید. برای زنتان خیلی غمگینم اما گناهی ما نیست. تشکیلات ما را بدام افتاند آقای زینال. در آنجا بودن شما را ما تماما نمیدانستیم. آقای زینال باور کنید همسر شما را ما نپراندیم. تیرکی زنی مرا کشت. از شما محافظان بود. از این پس در بینمان دوای خونین از دکتر. غضب چشم عقل این آدم را کور کرده است. دانسته باش که خونی زنم در زمین نبماند. هنگامی به اینجا آمدنم اول با شما شنا شده بودم آقای زینال. در لحظه های مشکل همیشه در برم بودید. آقای زینال حالا کسی میخواد بینمان دشمنی اندازد. آقای زینال زنتون را ما نکشتیم. تشکیلات کشت آقای زینال. اگر که با جای خون خواهید مرا بکشید آقای زینال. قصد زنتان را گرفتنی باشید. آتش غضبتان را خاموش کردنی باشید. مرا کشید آقای زینال. شما شخصی خدا ترسید آقای زینال. این کارو نکنید. با آنها همراه نشوید. شما با خود آید آقای زینال. بیسرم تو چی کار میکنی؟ راه کردید میرویم. آقای زینال مرا گوش کنید. آقای زینال دیگر از پیشم نبرا. آن شکنجه هایی که با شما دادم با آقای مسلم و فؤاد هم دادم. اگر کمی کوشش کنید از آنها خلاص میشید آقای زینال. آقای زینال دیگر این طور نکن پسرم تو رو میپرونن. نمیپرونن مادر چون که آقای زینال در اصل این طور نیستن. اکنون چی کار میکنید آقای طاهر؟ با کماندون خبر میدهیم برای واقعه های گذشته. من یک فؤاد رو خبر گیرم. رفتیم ما هم به خانه میرویم. میرویم یلماز. خدایا رفته است. دیلا اون مجروح بود کجا رفته است؟ چی شد پسرم؟ فؤاد نیست خالای زیبا. چی؟ فؤاد رو یفتم دازیم. اون رو تنها نمیمانیم. نیست آرام شو دخترم البته تنها نمیمونیم.
فؤاد 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 تو کجا می روی؟ در این حال به هیچ کجا رفتن نمیتوانی. من روم طاهیر. اکنون من در نقطه طبی ایستاده نمیتوانم. چرا؟ بر روی دیلو نگریسته نمیتوانم. فؤاد مرا من به دهام روم. تو آمده خبرم میگیری، اما من در این حال ایستاده نمیتوانم. مایلش فؤاد. آلدو فؤاد رو با دهش ببر. خوب شد است آقای طاهیر. رفتیم آقای فؤاد، رفتیم. خواستم را گرفتم، نتوانستم. هیچ گپ نه آقای زینال. خون شما خون ما است. با آنها جزا دادن را به ما گذارید آقای زینال. لازم نیست سینان، حالا کاری نمیکنم. آقای زینال، روزهای نزدیک گپی مردم سر می شود. خون زنی زینال در زمین مانده است میگویند. چرا فکر میکنید آقای زینال؟ با چشمان خود دیدید که چطور زنتان را پراندند. دکتر دولت را فریب میدهد، مردم بیگناه را میکشد. خوب چیکار میکنید؟ آن طرفی کار رو به من سپارید. برای این کارشان من آنها رو بی‌جزا نمیمانم. من میدونم که آنها حکومت و دولت بوده به چی کارها مشغولند. خوب مایلش، دعوای خونم را شما ستانید. چی شد پسرم؟ در برآمدگاه ده او را یافتم. همراه آلدو به دهش فرستادم. چرا او این طور کرد؟ حتی با من خیر خوش نکرده رفت. دلا، فؤاد روزهای مشکلی را سر میگذراند. به خود آمدنش لازم. او را به حالش میگذاریم. او باید استراحت کند. شد پسرم، انا اومدیم. خوش آمدید اپای مرا. خوش باشد آقای دکتر. بخیر است اپای مرا. چی شد؟ پسرم بیمار شد از آقای دکتر. با پسرت چی شد مرا؟ نمیدونم، دلش به حضور، اشتها هم ندارد. شمال زده است. کنی بیا، تو را معاینه میکنم. بیا بدرون در. کنی بدرون درو. تشکر. درو دخترم. دکتر همینجاست؟ بله همینجاست. بیا اینجا شین.
بخیر است؟ چی شد؟ دخترم خیلی بیمار است. شما غم نخورید آقای زینال. یک تیر نپرانده از آن دختر انتقامتان را میگیرم. چیکار میکنید باتن؟ تا بیگاه انتظار شوید میبینید آقای زینال. در سرت چی فکر داری ها؟ چیکار کردنی ها باتن؟ من یک فکری خوبی دارم. حالا نپرس. چیزی را نمیگویم. کار که بود شد میبینی. مایلش باتن خواستد را بکن. کنی راه گردید. میرویم رفتیم. کنی زود باشید. به من یاری میدهی. همراه رفته زیلال را میدوزدیم. تو چی ها میگویی؟ مادری دختر را دزدیده چی کار میکنی؟ با آقای زینال میدهیم. با همین خون بها را میستانیم. اپای مران پسرت میلرزد. بیرون خونو گویم نمیفهمد. گوش نمیکند. عاقبت کار رو دیدی؟ انا همین قدر دارو یافتم. حتما باید خورد. باز معاینه میکنم. خوب آقای طاهر. خدا از شما راضی باشد. خدا شفات یاد اپای مران. تشکر آقای طاهر. بیا پسرم. بیا. دیلا تو خوب هستی؟ فؤاد رو فکر میکنم. با من چیزی نگفته رفت. دیلا خطا نفهم. اما با فکرم اگر حضور او را به حالش گذاریم خیلی خوب میشه. پسرم اینجا بیا. چی شد از مادر؟ با فؤاد چی شد؟ چرا این طور کرده باشد؟ تو یک به احوال دیلا نگر. هیچ چیز نشد از مادر. فقط فؤاد باید کمی به خود آید. آخر او چه مشکلی های را از سر نگذرانده است. میدانم لیکن این دختر خیلی پریشان است. خواهد نشد مادر. همش خوب میشود انشاءالله. در بیرون بیمار آمده است. تو رو ببین. میترسم که همه‌شان با یک شکایت اومدند. چه شکایت؟ چه گفتنی پسرم؟ اپیدمیا. ما به دهه چه خیلی میداریم. آخر در همه جا محافظان هستند. تاریکی رو انتظار میشویم. بیگاهی شب نشده زن را گرفته میگریزیم. و کودک دارو رو خورانید و گاه باز آوردنشان میدهید. خواب شد از خانم همشیره. برویم. پسرم این چه حال است؟ بیماران طرف زیاد میشود. شبه نیست. بیماری گذرانده است. چیکار کرده میتوانیم آقای طاهر؟ دیلا تشخیص گذرانیدن لازم است. من اینجا میمانم. شما به خانه‌تان روید. من هم نیستم. به شما یاری میدهم. لازم نه دیلا. مادر اول دیلا رو تو خانه‌شان وصل کنید. خوب؟ خوب پسرم. صبحی بر وقت نزدت میآیم. مایلش مادرشم. به شما شب خوش آقای طاهر. با تو هم دیلا.
لازم تا بگاه اومد از خانه نبرآمد. اکنون باز اینش آمد. اکنون بس است دخترم دیلو، به خود بیا. آسان نیست پسری بچه بیچاره چه مشکلی های اومده تا به خود آمدنش او را به حالش من. هیچ نمیفهمم خواه. تصور نمیکنم چرا همینطور بر اومده رفت. هیچ نمیفهمم خواه جان. کمی صبر کن دیلو. دیری نگذشته به خود می آید. شو دخترم به خانه درو. نغزت کت بخواب. کودکانی زیاد بیمار شده. بگاه کارمان بسیار است. تشکر خیلی خواه جان. دخترم. آواز نبرار. صبح خیر. بخیر. آقای طاهر. آقای طاهر. آقای طاهر. لبای دلو. شب اینجا موندید؟ بله. خوبم برده است. مادرم در کجا؟ بر وقت آمدنی بودن. نمیدونم. شاید اون کس هم در خواب ماندند. سبب بیماری رو افتاد توانستید آقای طاهر؟ بله دلو. دیزنتریا. چی؟ دیزنتریا؟ اکنون چیکار میکنیم؟ تو از انبارمان از بین داروها کلاراتین را جستجو کن. خوب آقای طاهر. من باشم از پای یافتن سرچشمه این بیماری میشم. به فکرم آب نوشاکی رو دیدم لازم. بله تو اخسته. حاضر آب را از چه میگیرن همینطور؟ بله. از نبودن آب اهالی ده همه آب نوشاکی رو از چاه میگیرند. فهمم. زودتر جون آیسته می جنبی. هر روز احوال همین. آب گرفته با خدا که طرفم در روی آتش بمیرید. تا آب رو گرفته بر میگردم که میسوزم. چی میگه من فهم؟ وای قزبان چند روز است که احوال مردمی دیه بد است. پدرت چرا به خبری دیه آب سر نمیدهد؟ آخر عذابمون رو نمیبینه. پدرم چیکار کنن؟ خبر ها از کار برآمدن. شکر کنید که همین جا هست. خلا به من دید. تیر. ای قزبان. ها
چیکار میکنی؟ آخه کر نیستی کو آب میگیرم این طور باشد نوبت بیار این شاهی پدرت نیکو و من دوزادی کاری خیلی ضرور دارم امروز به خانه ما خواستگار ها میآیند چه خیلی خواستگار قزبان؟ ما از دیهای همسایه یک جوان به من دیلی داده است امروز یا پگاه مرا گرفته میبرد وای کی بوده از قزبان؟ ریس دخترها فقط پای او باور نکنید او دروغ میگوید مرغی بخت آمده دستری من نشست آدمی ثروتمند و با ابروی بوده اکنون تو عروس میشوی؟ بله میشوم چی مانندی تو در خانه میشینم دروغ گوی کمی زودتر یک طرف زودتر ایستد کمی صبر کنید ایستد صبر کنید رسید تا بایتون را اکنون چیکار میکنیم پدر تا سنجیدنی آب این چاه را محکم میکنیم همه آبان گرفته از آن را رسید چرا دکتر ها چرا؟ شاید سبب بیماری کودکان در آب همین چاه باشد آخر چرا نم نکندند چرا بیمار میکرده است شاید سبب در همین است سنجیدن است اکنون چیکار میکنیم پدر چیکار میکنیمش بود چیز از این پس از این آب نمیگیری همه تان را فهمیده گیره پدر مگر از سری مرا گرن نکو قزبان تا دختر سنجید اجازت ندهد از این چاه آب گرفتن من است ها در نزدیک چاه پاسبان میمونه وصیت من چیدی است من پاسبان میمونیم بله استفاده این آب من است اکنون ما چیکار کنیم رئیس آب را از کجا گیریم؟ خواهرها واجگون دیلونشون کنی روید آقا اکنون روید دخترها اجازت دادن شما را با خبر میکنیم من با شما چشمه دیگر پیدا میکنم روید خاطر نشوید زود باشد روید کندیر روید خواهرها روید سببش چی بود است آقای طاهر؟ اگر خطا نکنم دیلا از آب چاه میکروبی دیزنتری برآمد دیزنتریا؟ این خیلی بد است دکتر اگر پیشگیری نکنیم خیلی بد است در مدت کوتاه پیر و جوان را سیرایت کردنش ممکن رئیس باید زود پیش این کارا گیریم وگرنه بیماری زود پخش راست میگویی نباشد چیزی که لازم است میکنیم در نزد چاه نباشی میگذاریم مراد تو رو تا اجازه ندیم از چاه کسی آب نگیرد فهمو حاضر میروم تشکر مراد دیلا تو داروها رو پیدا کردی؟ کلاراتین نیست آقای طاهر داروهای با او مانند را یافتم دیلا تو رفته به زنهای اینجا درباره این واقعه نقل کن با دختران و خاله گلی خبر فرست آنها هم در این باره با مردم گپ زدن هیچ کس آب رو نجوشانده استعمال نکنن خوب سبزوات و میوه های ناپخته رو نخورن تازگی را خوب رعایت کنن دیلا مالش آقای طاهر رئیس زود داروهای لازمه رو درخواست بکنیم وقت از دست نرود بله البته رئیس شما هم خانه به خانه گشته آبای گرفته‌هاشون رو رسید آب را دیگر از کجا گیرن دکتر با آنها چشمه نو پیدا میکنیم رئیس خب همینطور میکنیم وای دکتر باز این بیماری گذرنده نباشد اگر پیشگیریش نکنیم گفته‌هاتون میشود رئیس با سرمون چی بلای آمد
مردم نابود میشوند. دیلا لبای دیلا مادرم نامدن. ناآمدن آقای طاهر. ای خدای توبه، بر وقت میام گفته بودن چرا نامدن؟ احتمال خوابشان برده باشد. تشکر دیلا. مادر جان؟ در کجایید مادر جان؟ برفین بخیر است؟ مادرم نیستند. شاید برای آب رفته باشند. ظرف آبگیری همینجاست؟ راه کرد آقای زینال رو زنید. آقای زینال همه رو بروید. چی شد با تن قماندان؟ با شما مادری دختر رو آوردم. خون باهایتان رو گیرید. او زن شما رو کشت. به عوضش مادرش رو بزنی گیرید. تشکیلات همین طور قرار برآورد. صبر کن، تو چی کار میکنی با تن قماندان؟ گپی من فهماز آقای زینال. این زن از این پس زن شما می شود. قربانتان شوم. به خدا این کار عیب است. آیا فکر کردید چیکار کرده ایستاده؟ قربانتان شوم. به خدا این کار عیب است. درست است آقای زینال. گوش کنید. شما مرگ پسرتان رو دیدن میخواستید؟ البته نمیخواستید. دیدید خون نریخته این کار رو حل کردم. اخن آرام بشو. زوجه آقای زینال میشوی. چی؟ التجا میکنم مرا رها کنه. فرزندانی مادرون دارید. شرمنده مادرون دارید. مادرون دارید. رهایم کنه. سردیه مرا. اکا آن کس به خانه آمدند. مادرم کجا رفته باشند؟ البته در همین جاهایند، خواطر نشوید. انشالله همینطور است یلماز. برفین رفتیم گرد و اطراف رو میکوبیم. طاهر، من هم با شما میروم. یلماز تو نآی، خسته میشوی. هیچ گپ نمیشود برفین. احوالم بد شود، برمیگردم. نباشد موتور رو شما روید، من میآیم. وقتی زیادم رو گرفت. در آخر یافتم. اکنون کار تمام می شود. اون در کجاست؟ در همین جاست. در یکون جای دیگر نیکو. این چیست؟ این یک رمز مخفی است. شاید از حجتهای ما به این دفتر رو بردار کرده باشد. زیلان 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 زیلان
زیلان یلماز چیکار میکنی؟ چی شد؟ خالای زیلال رو افتاد؟ نیفتیم با من یک داروی تسکین دهم دادی از درد زیاد بازر با پای سادم ناعلاج برگشتم من همینجا بشینم حاضر می آرم مادرم رو ندیدی؟ آنها ندیدم. آقای دکتر کودکم سخت بیمار است. در نقطه طبی شما رو انتظاره. نزد ینگه گلی را همه جور رو بینید. تشکر. خوب میروید. آقای دکتر حاضر می آیند. من هم برای شما رفتنی بودم. آقای دکتر پسرم سخت بیمارم بیمار دور زیاد شده است. خدا چیکار کنم؟ آمد پسرم از اون چی میترسیدم بنابراین بدنم برار همه داروها رو با فوت صرف کردیم. چیکار میکنیم؟ تو آن را فکر نکن دیلا هر کس را که دیدی مادرم رو بپرس. خاله زیلال رو نیفتید؟ نه در نزدی برفی نباشه؟ دیدم آنجا نرفتم. خواطر نشوید آقای طاهر، از من در همین جایم یکان جایی رفتند. مادرم با من نگفته به هیچ کجا نمیروند. خدا جان بسرم چی اومد اکنون من چیکار میکنم؟ جای خوراک آوردم. در همه جا با سلاح ایستادند. به خدا گریخته نمیتوانم. قربانت شوم یاریم کن دخترم مرا از اینجا گریخت. چیکار کرده میتوانم خاله زیلال؟ گوش کن حنیفه، اگر پسرم فهمد که آقای زینال مرا دزدیده است با مردمی دیگه مسلح شده اینجا می آیند و خدا خون ریزی می شود. حالا هیچ کس نفهمیده یاری ده که از اینجا گریزم. خوبی پسرتون رو دیدم کودکم وصیت کرد. من هم راضی نیستم که شما اینجا بمانید. شما رو نجات دادن میخواهم، اما از آقای زینال میترسم. باوریم نمی آید که آقای زینال چون این دیگرگون شده است. آقای زینال آدم خوبم، لیکن اکنون تشکیلات رو پیش میکنند. آقای زینال لبای این جناب به مهمونی شما اومده است. به فکرم خارجی است. خارجی از خودی از با ما فرق ندارد. مهمان عطای خداوند است. خوش آمدی. خوش باشید. مرحمت نشین. اینجا را چون خانه خودت بدان. سعید عزتی مهمان را بجار. خوب شده است. مرحمت. شما را گوش میکنم. گپ های بهوده نمیزنم آقای زینال. واقع های به سرتون آمده را میدونم. دولتمان به شما یک پیشنهاد دارد. دولتی بزرگ از من چی میخواستد جناب؟ آدمانه که شما را شکنجه دادند برای آب میبراریم. در تلویزیون و روزنامه ها آنها را گناهکار میکنید. چی؟ برای در ده خوب فعالیت کردن به ما کمک میدهید.
این پیش پرداخت. اگر گفته هایم را کنید از اینها خیلی زیاد نصیبتان می شود. حالا ایست 1 دقیقه ایتن از دستی من دار کنیگیر عکسی مرا گیر با تپانچه گیر زود گیر. Thank you very much. جانکم او چه گفت؟ با شما تشکر میگویم. جانکم با تلویزیون میبرایم گیر جانکم مرا تنها گیر من قهرمان گیر جانکم همه شعری کوسا سینان را باید بشناسند گیر جانکم تنها گیر من سینان قهرمان شعری کوسا سینان را تنها گیر انمین تب جانی عکسی مرا بگیر انمین تب خیلی خوب 1 دقیقه جانی تو از کجا آمدی با تن کماندان؟ در غار بودم سینان. دروغ میگویی تمامی شب تو را کافتم در قرارگاه نبودی تو مانند روباه کارهای مخفی میکنی تو روباهی میکنی سینان به من سنگ نپرتا با تن به من سنگ نپرتا چیکار میکنی؟ چیکار؟ آرام شوید روزنامه نگاران اینجایند احوال قماندان های ما را دیده چی میگویند؟ گوش کن ایتین تو این روزنامه نگاران را تا راه همراهی کن از آنجا به دهه آقای زینال رو احوال پرسی کن بعد به عملیات آماده شو برو تمام شد خیلی عملیات سینان تشکیلات میخواهد که گوشی پسری آقا را کشیده مانند اکنون کار آقای زینال تمام نوبت به فعال رسید دارو از همراه آوردن آقا طاهر آمد نه همشیره آمده است شما را دیدن میخواهد به او بگوی که هیچ کس را دیدن نمیخواهد فهمیدم آقا هیچ کس را دیدن نمیخواهد هیچ کس رو دیدن نمیخواهی من هیچ کس نیستم فؤاد من نامزد تویم ببین چقدر زیبا ساخته ایستاده است جانم تو چی ساخته ایستاده ای؟ کودکان را بسیار دوست می‌داری دیلا بله خیلی دوست می‌دارم انشاءالله ما هم صاحب جونی کودکان زیبا می‌شویم نکنه من فرزندانی کلان دارم در این سین و سال زنی کسی نمیشوم غلامتون میشوم مرا نجات ده حنیفه دخترم در پسی در تو پاسبان یک داشت ما همروی خودم میبرم کار همین طور است برادر بله همین طور باید خلطه ارد رو بگیرم خوب شد اکا بیاید نکنه زد اکا
استا این مادر این دکتر است. استا ایست وگرنه میپرانم. او از شما گریختن میخواست آقای زینب. و درون دراره درها را خوب محکم کنید که دیگر نگریزد. نکنید آقای زینب، و این ظالمون گوش ندید. شما آدمی خوبید، آقا هستید. دمت رو گیر. حبس خانه را از خاطر نبرا. تو را نابود میکنم زلا. و درون دراره راگرد و درون در. این مادر آقای دکتر است. ها دیلو خوب شد که آمدی. با من یوریدی. خوب آقای طاهر. دیلو چرا گریه میکنی؟ فؤاد مرا دیدن نخواست آقای طاهر. نمیفهمم چرا این کارو میکنن. زیغ نشو دیلو، همش خوب میشود. اکا نیست، همه جا رو دیدم نیست، در یگون جای نیست. باز به سرش یگون بلان آمده باشد. صبر کن، آرام شو. آقای دکتر زود باشه. بخیر است سعید. خونه زیدان را دوست دیدم. چی ها میگوی سعید؟ کی مادرم رو دزدیده است؟ آقای زینب در خونه اویم. سعید راست میگویی؟ قسم بر خدا با چشمانم دیدم، اون را عذاب میدادم. اکا این آدم چی میگوید؟ مادرم در خونه آقای زینب چیکار میکنند؟ رفتیم اکا نمیستیم، مادرم رو نجات میدیم. ایسا برفی تو در همینجا میمانی. در این حال به هیچ جا نمیروی. من رفتم مادرم رو میارم. خدایا اکنون من چی کار میکنم؟ اکا در همینجا میمونی. زنی آقای زینب میشوی. فهمیدی؟ من به تو فهمیدی؟ میکشم. چه حاله که شما خواهید آمد؟ به شما این را آوردم. خوب شد که آمدم. و ما یگان امر دارید. اینها چیستند؟ حجتی به ما اعضا شدنتان. پیشوایمان به خاطری به ما همراه شدنتان سلام فرستادند. با این حجت شما تمامی کارهای خواسته اتان را کرده می توانید. تشکیلات شما را حفظ می کند. این هدیه تشکیلات به شما آقای زینب. یگان مشکلی شود به ما خبر دهید. به من رحم کنید، مرا رها کنید آقای زینب. بیچاره تو همسری مرا کش زلال، رهایت نمیکنم. پیسرم بیاید بد می شود، خونریزی می شود آقای زینب. التماس پیش این را گیرید. بیاید البته او را پیشواز میگیرم.
کاشکی کاری خطایی نکنی. آقای زینب آقای زینب پسرم ها بیرون باید آقای زینب آقای زینب ایستا وقتا من نجام آقای زینب چی میخواهی دکتر؟ برای مادرم آمدم آقای زینب. بیهوده آمدی دکتر. آقای زینب مادرم رو میبرم. ایستا آقای زینب تا مادرم رو نگیرم نمیروم. چی عجلت رسیده است؟ رو از اینجا دکتر رو. پسرم مادرم رو سر دید آقای زینب. از این پس مادری تو زنی من می شود. دانستم. آقای زینب مادرم رو رها کنید. شما یک شخصی دارند شید. بیاید نشسته صحبت میکنیم و این مسئله رو حل میکنیم. در بین من و تو یگان مسئله نیست که نشسته آن را حل کنیم. تو همسرم را کشتی. بینمان دعوای خونین هست. مادر تو و دستم افتید. اکنون او اینجا میماند. نجام دکتر راه پسرم نزدیک نشم. قربانت شوم رو از اینجا تایی. من شما رو اینجا مونده نمیرم. نه پسرم دیگر علاج نداری. اگر نخونی زیاد میرزد رو از اینجا. درست راه کرد مادرون دارم. آقای زینب با خدایت چشمتان را کشوید. آنها فریبتان میدهند. آن بیشرفان ما را با هم دشمن کرده خودشان کارهای افلاسشان را دوام دادن میخواهند. ما را پراکنده کردن میخواهند. آقای زینب شما یک شخص معتبر و ایمان و صاحب آبروی اعتباری خاص هستید. این کارهایتان با شما نمیزید. از این پس من دیگر شدم. آن زینبی پیشینه را شما دیگر نمیبینید. آقای زینب اینجا رفت دکتر. مادر جان خواطر نشوید. شما را از اینجا رها میکنم. از اینجا راه گفتم. شما را نجات میدم. شبی زینب باید به آخی رسید. ای خدا مرا ببخش. مرا ببخش خدا جان. برفین ایست و کجا؟ ببینم اکام کی برمیگردد. او حتما یگان چیز فکر میکند. حاضر می آید برفین. کی در کجا؟ چند ساعت شد؟ آرام شو. برفین جان آرام شو. چند ساعت شد؟ برفین راست میگوید. رفته خبر میگیریم. رفته میرم. اکام آمدند. اکام مادرم رو نآوردید. او را گرفتن نتوانستم برفین. طاهر
چی یعنی خاله زیلال را آنجا گذاشته آمدی؟ چرا میگوی تویی؟ مادرت رو آقای زینال رها نکرد؟ او رفته به این زورآوریش خاتمه میدهیم. اکا چرا ایستاده‌ایم؟ میرویم مادرم را از دست اون بیشرف رها میکنیم. آرام شو. با خدایت و این فریب و اغواهای تشکیلات داده نشوید. آقای زینال دشمنی ما نیست. برادر مقابل برادر برمیخیزد. اما من به این اجازه نمیدم. پس چیکار میکنیم؟ تا که مادرم در دست آن پلیدان بی‌ناموس بیستند. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. گرچه سوختن میزدم عشقیم چون مجنون عهد کردم سیدون بالم گردی اله افگار شوی خانه خراب شوی و عشق منزار ایرک خانه تان رهی تن کوچه موهای دراز دارو بچه منچه Jimmy, Jimmy, aja. Jimmy, 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 aja. رنگی ما به قدر پاسد کنه رنگی ما اقتدامات همینو کسد کنه امشب دلم برای پدر گریه میکنه مادر و صد برگی ریحانم توی درگهی بیماری درمان با استقبال فصل زیبایی بهار خجسته پای و جشن بین المللی نوروز عجم 2 مارس ساعت 14 در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جورایف برنامه زیبا و خاطرمان با هنرمندان شناخته جمهوری تاجیکستان خوبل جان ظریفه دختری حصاری کرده گلی بهاری و سرگرده جوان کمیل جان ظریفه در چشمانی من خوشبختری شامی تو شد در داور شد بهاری عالم افروز نوی عشق و زمزمه زیبایی ابتدای بهار با ترانه‌های عاشقانه قابل جان و کمیل جان تلفن ها برای درخواست چکتر 917 02 70 70 و 919 89 59 69 طیره‌های تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.